خب نام خدا بخشیدن مهربان دوستان خوش آمدید به جلسه ششم از دوره آموزشی ICDR از آموزش ویندوز 11. دوستان ما جلسه در دو جلسه قبل بودیم فایل اکسپلورر را خواندیم و آمدیم قسمت ویو را خوانده بودیم دیگه، هم سورت را خواندیم و شما هم ویو را خواندیم. تقریبا دو تا تمام کردیم. باشه ببین بعضی چیزای خیلی ساده موندن. مثلا ببینید ما برگردیم از میگیم یک ویندوز، مثلا این یک ویندوز نه، اگر ما ویندوز ای بزنیم یک ویندوز دیگه هم باز میشه. این رقم دو تا ویندوز داریم ما، پنجره یا ویندوز میگم، یکی این یکی دیگه و یک بزیرش این دو دانه. خب حالا چرا ما دو دانه پنجره باز کنیم؟ چون بعضی وقت واقعا نیاز میشه ما دو تا یا سه تا پنجره باز کنیم. چطوری؟ مثلا ببین فرض کن ما میخوایم فایلای را از این درایو به این درایو بندازیم. چیکار کنیم؟ اگه بریم بگیم خب اینجا به این فایل کپی کنیم، بعد از اینجا بریم بعد بریم داخل این درایو فایل بریم داخل این درایو، داخل این پوشه، داخل مثلا از این پوشه فایل پیست کنیم. خب خیلی جنجال میشه، بیا برو. ما چیکار میکنیم بچه؟ ببین خیلی ساده، دو تا پنجره باز کنیم دروازه رو استفاده. خب بچه ببینید ما میتونیم دو تا پنجره باز کنیم. مثلا این پنجره ببین من میگیرم، این پنجره رو گرفتمش که بلد میگه با میگیریم میکشیم این بالا که بکشیم یه حالتش میه. مثلا ما چی میگم ببین چون بنده کم هسته او رقم میگم بنده خبر نمیشه کشف میده. ببین ما چیکار کنم باشه، می پنجره میگیرم بالا کشف کنم. خب اینجی چرا نمیه؟ ببین چند حالت میاد. خب یک حالتش یک پنجره این طرف، یک پنجره این طرف. اون طرف کشیدیم در این بغل پنجره دیگر میکشیم. مثلا میایم داخل این پنجره یک طرفی واضحه نه، میم مثلا داخل دراوی دی میایم داخل مثلا پاشه تیکینگ بعد مثلا اینجا میارم داخل لوکال فایل اینجا. حالا میتونم هر فایل خواسته باشین دانه به دانه ببین از اینجا میگیریم کپی میکنم. مثلا ببین از این میگیریم کپی میکنم، اینجا کلیک میکنم، اینجا میم پیست میکنم. خیلی خوبه دیگه نه؟ این دو تا پنجره کنار هم داریم، از این میگیریم. خیلی ها مثلا یک وقت هست مثلا یک هارد داره میخوای فایل از اون هارد داخل کامپیوتر بندازه، یه این سر مول از پیدا برو میشه میده اینج پس داخل میشه. میگیم چه خبره هر دو رو کنار هم بیار فایلش نه. حتی ببین جالبیش اینه که حتی میتونم از اینجا بگیرم کش کنم بیارم به اینجا کافی میشه. خیلی راحته دیگه نه؟ میشه یعنی سه تا میگیرم مثلا دو تا پاک کنم سه تا میگیرم کش کنم 10 تا 11 تا مثلا میشه. این راحته برای ما فایلش. یه بعد وقتا این رقمی میبینیم مثلا میبینیم این پنجره رو از لباش میتونیم خود کلام کنیم میرن یکی نه یکی بی میاره دیگه این پنجره رو میتونیم از این لبش بگیرم. خب این رقمی خود کلام میکنیم خود این رقمی باشه قشنگ خود کلام میشه، بالا پایین میشه. ببین از این بالا میگیریم خود میره اینقدر اینی میذارم، یکی دیگه رو باز دیگه پایین ترکش میذارم. قشنگ میتونیم مدیریت کنیم. یعنی یک قابلیت ماشین میگیم فلکسیبل، یعنی این راحت هم مثل که چیزی نرمی باشه که ما رقم بخوایم قطع کنیم. مثل امروز هر جا میتونیم انتقال بدیم. این رقم نیست مثلا بیم یک کمک ایری طرف قرار بدیم کلانی پنجره رو دزدی بگیر اینطوری هم میشه. اینا مدیریت پنجره یا بچه. خب یا تو میبین ما یک شارکت هم داریم. مثلا این روی این پنجره نه ما اگه کلید ویندوز بیارم اریکی سمت چپ بزنم ایمیل در این طرف نه یک دفعه هم که بزنم این دفعه باشه بالا که بزنم بالا میره، پایین که بزنم پایین میره، سمت باش نه کلید وین. مثلا فرض کن ما این نداریم. ببین روی کلیک کنم ویندوز میگیرم سمت چپ میزنم. ببین
میره سمت چپ. پس پایین میزنیم میره پایین سمت چپ. میم مثلا میرم گوگل کروم رو باز میکنم. ویندوز میگیرم اول بالا رو میزنم که جمع شود، پس میره سمت راست میزنم، پس میره پایین میزنم اون طرف شید. این قشنگ میتونم اینا رو مدیریت بکنم، از اینجا بگیرم به اینجا بگیرم، از اینجا بگیرم به اینجا. خیلی راحت. این میشه بس مدیریت پنجره ها. حتی ببین ما چیز داریم به نام تب. مثلا یک وقت اصلا ما نمیخوایم دو تا پنجره باز کنیم، ما میخوایم داخل همین یک پنجره دو تا گوشه رو باز کنیم. میگیم به واسه به تب باز کنیم، یعنی چی؟ یعنی به روی ایزی کلیک بکنیم. ببین حالا یک تب این چه یک تب اینجا مثلا می این فایل باز می‌کنیم. ببین حالا داخل همین یک پنجره ای ولی دو تا تب داری. ببین یک این تب، یک این تب. میتونی از این تب کپی کنی برای روی این تب اونجا باز کنی، یا حتی میتونی از این تب کپی کنی، فهمیدش یا نه؟ بعد کنترل تب بزنی خودش تب عوض کنه. ما اینجا پیست بعد کنترل بگیم تب رو کی بالا کی بزنی تب عوض کنه خود کار. اینطوری هم میتونی استفاده کنی. اصلا استفاده از تب در اینجا خیلی کمه. ما بیشتر از تب در گوگل کروم نه استفاده میکنیم. گوگل کروم اینجا که باشیم یک تب مثلا ما یوتیوب باز کنیم، بعد ما مثلا یک تب دیگه بگیریم مثلا ما هچ پی تی رو باز کنیم، یک تب دیگه ما واتساپ باز کنیم استفاده میشه نه. ولی در اینجا ما میتونیم فرق نمیکنه، اینجا ما میتونیم دو سه تا پنجره باز کنیم در گوگل کروم اینا، در اینجا میتونیم دو سه تا پنجره باز کنیم، هم میتونیم چندین تب باز کنیم. خب بچه تا اینجا که سوال دارم؟ بچه در جریان دوست ما ریکورد می‌کنیم ولی سوال داشتیم می‌پرسیم. بچه ببین شما این پنجره رو بگیرین کم بکشین بالا، اینجا علامه ها می‌بینین یعنی چی؟ یعنی یک شده یک طرف یک دیگه یک طرف، یعنی این در این طرف کلان زیادی دزی میشه که کم کم ممونه در یک پنجره دیگه. یعنی چی؟ یعنی سه دانه قشنگ معلوم. ببین یعنی از این سه دانه این رقم این رقم یا این رقم میشه یعنی چهار دانه. یعنی که بگیرم ما یک این بود یک دانه دیگه رو باز مثلا گوگل کروم میگیرم یه میگیرم بالا کشونم میگم که چهار دانه در این طرفیش، یک دیگه رو میکشم در این طرفیش. این از این چه قشنگ خودی حالت ها رو داره. باز اگه این مطابق دلشون نبود بین اینج از چهار طرفش کش کنید خودشون تنظیم کنید. خیلی با عجیب. خب بچه ببین این بود از بحثی تب ها. خب و بچه تب میتونیم در هر چیزی تب وجود داره. این برنامه گوگل کروم، ورد، اکسل، هر چیزی فهمیدین؟ شما که از این یاد میگیرین فقط برای این یک دمیج تب باشه. در هر چیزی تب وجود داره، مدیریت تب در همه جا وجود داره. خیلی مثلا یک طرف چند جیفتر باز مونه، یک طرف برنامه ورد باز مونه، از این جستجو از این نوشتم اینجوری فهمیدین؟ از اینجا یک مثلا برنامه چیز وی اس کد باز مونه، از اینجا موقع این مثلا طرف کد می‌نویسه، این طرف ویدیو رو باز مونه می‌بینی، این طرف ورد باز مونه اینجا در ویدیو مثلا درس میده، این در این طرف نوت میگیره. این رقمیه. این در هر حالت ما میتونیم از قشنگ استفاده کنیم. خب بچه این شده از بعد بچه ببینید همین یک دونه تب کسا چند قسمت داره. خب مثلا این خود گزینه تب جدید بدم، این سه تا دکمه داره بچه. قسمت اول کلوز مونه، یعنی این بزنیم این تب کلا کامل بسته میشه. معلوم داره دیگه نه؟ دو تا دیگه داره بچه، یکی ریسایز، یعنی خرد کلانه، مثلا این تب هم کلانه ما میخوایم این خرد کنیم، اینجا کلیک می‌کنیم این آل کلان شد. خب یعنی که بزنیم باز خردتر میشه. حالا بچه ببین خیلی قابلیت انتقال اینا نداره، باید خودش تکون می‌خوره، ولی وقتی ما ایری بزنیم خردتر میشه و میتونیم انتقال اینا بدیم. این فول اسکرین مونه، تمام صفحه رو میگه. باز که بچه این دیگه مینیمایز براش ببین این بسته نه کلا تب. خب این تب بسته نه فقط خرد مونه، یعنی ما بچه اگر روی بزنیم پس دوباره روی تسکبار ببینیم از تسکبار هنوز گم نشده، روی تسکبار است فقط مینیمایز، یعنی ما نمیبینیم. اینی که بزنیم پس دوباره میتونیم باز کنیم. یعنی این بسته نه کامل، این مینیمایز مونه. این متوجه باشید. مثلا یک فایل ورد دارین کار می‌کنین نمیخواین کسی ببینه، اون اگه بسته کنین مگه ذخیره باز ذخیره کنین مگه نام بدین مگه جای بدین، نفر میگه چی هست که خاص سری ذخیره کنین، یا سر باز مینیمایز بکنین. مینیمایز یعنی که فقط از صفحه گم بشه.
بعد بچه ببینید این قسمت آدره، این اون دکمه برگشت دیگه. مثلا ما در یک مسیری میریم اینجی، این بچه برمیگرده، ببین پس برمیگرده مسیر قبلی، مسیر برمیگرده، این دوباره پس جلو مونه، هم یک قدم پس بشه. این بچه این تقریبا همون برگشتن. خب این فرق زیادی باز فرق نداره بچه. و این بچه دکمه ریفرش. ببین دوست ما در صفحه دسکتاپ ریفرش داشتیم یا شما دیگه نه؟ ما اومدیم گفتیم ریفرش می‌بینیم تا می‌بینیم. ولی بچه در اینجا که ببین اینجا ریفرش نداریم دیگه. اینجا که ببین اینجا ریفرش نداره. این اجازه هست که ریفرش یادش رفت. میگیم این ریفرش یادش نرفت. ریفرش دوونی. خیلی هم روز اول که ویندوز اجازه داشت من ویندوز نخونده بود. واسه دی ویندوز اجازه چرا ریفرش نداره؟ داره نه نداره است. ما خیلی صحیح. و این بچه ببین این آدرس باره. ببینید چقدر قشنگه. خب مثلا این دقیقه باشه ببین ما داخل ما دیسپیسی میایم نه توجه شدین برو داخل درایو اف برو داخل پوشه چی اپلیکیشن بعد برو داخل پوشه ریکاوری وافای ببینید در اینجا قشنگ همه مسیر چی داشته یعنی میگه داخل دیسپیسی بعد آمده داخل دیسپیسی دیگه نه بعد آمده این داخل کامپیوتر عمل میکنه داخل دیسپیسی داخل درایو اف داخل پوشه اپلیکیشن داخل پوشه ریکاوری وافای این میشه آدرس بار. این آدرس زمان نشان میده که در کجا هست. اینجوری و ما میتونیم با F4 یا Alt F4 آدرس بار رو باز کنیم. یعنی یه وقت نمی‌فهمیم آدرس کجای ما Alt F4 میزنیم مثلا آدرس بار باز میشه. کنترل C میده اوج پیست می‌کنیم. آدرس دقیق همین فایل در زوم رو باز میفهمه که در درایو F رفته پوشه اپلیکیشن در ریکال مورفای. اینجوری اینجا گزینه دکمه سرچ داریم بچه‌ها که سرچ کنیم. مثلا داخل یک پوشه فایل جدید می‌خوایم جستجو کنیم این فایل دقیقاً کجاست. مثلا ببینید یک فایل داریم به نام وین باکس 64 من نمیدونم این فایل کجاست. خب توجه شد بچه ببین اگه ما در اینجا جستجو کنم در اینجا وین باکس توجه شد این مورا هر چارتای همین درایور میپاله. اگه شما نمیدونید داخل کدوم از این درایور بین اینجا جستجو کنید که هر چارتاش میپاله ما میگم که وین باکس 4 بود نه ببین بعد این چیکار کرده بچه وین باکس خوب حالا این وین باکس هم پیدا خلاص ببین از این یکم طول میکشه چون باید کلی درایور رو چک کنن. اگه شما اصلا نمیدونین داخل کدوم درایو فایل شما خب باید اینجا جستجو کنید. اگه مثلا ما میدونیم که داخل درایو اف ولی نمیدونیم داخل کدوم پوشه پس بین داخل درایو اف جستجو کنین تا فقط همین پوشه ها و پوشه های داخل زیر مفعول اینجا زودتر پیدا کنه بچه. ببین این چند تا وین باکس پیدا کرده بچه یه وقت هستن هر چی که میتونین بیشتر داخل پوشه ها برین جستجو سریعتر باشه. مثلا ما میدونیم داخل پوشه اپلیکیشن ولی نمیدونیم کی داره بعد این جستجو مثلا ببین حال خیلی سریع پیدا کنه یه من جستجو کردن بچه برای باز کردن برای باز کردن دکمه جستجو یا ممو چی میگم نوار جستجو یا سرچ بار کافیه بچه ما کنترل رو بگیریم با F بزنیم کنترل F سرچ بار باز مثلا ما یک چیز جستجو کنیم کنترل F باز و میزنیم میره که جستجو کنیم. این میشه بچه از این بخش مدیریت پنجره. دیگه اول کنترل F ببین یا که روی ازی کلیک بکن که باز شود ببین یا که کنترل F بزنی اون فقط او رو باز مونه اون که باز کرد میتونی جستجو کنی.
و خلاص دیگه بچه. ببین ما این بچه اون پایین ها، خب این پایین ها که ما اینجا داریم، مثلا این که تعداد آیتم های یک فولدر نشان میده. مثلا ببین 8 آیتم، یعنی 8 دانه ویدیو داخل از این فولدر. وقتی ما یک ویدیو رو انتخاب کنیم اینجا نشان میده که چند دانه انتخاب کردیم و کلا چند هست. مثلا ما 3 تا که انتخاب بکنم، ببین مگه 4 تا انتخاب کردیم، کلا 328 ام بی. این استاتوس رو در اینجا نشان میده. پروپرتیش این وقتی اینجا نیمه نگاهی داشته باشین خوبه. باز نه این انتخاب کنید بعد بگین خب دو سه بعد اشتباه کنین دو دفعه شمار کنید آخر پیسه برین اشتباه داشته. اینجا سعی کنید بچه معلوم بشه. آفرین. و یکی گفتیم که راست کلیک کنیم بریم پروپرتی، حجم کلی همون فایل ها قشنگ ایماجمون نمایش داده. خب بچه تقریبا یک نکته خیلی ویندوز ما شما اینو گفتیم که این نیویگیشن پنه نه چیه؟ نیویگیشن پن. خب بچه بعد ببینید اینجا ما و اونایی که یک سلسله اینجا هست مثلا دسکتاپ و دسکتاپ هم دیگه، یعنی این دسکتاپ با این دسکتاپ فرق نمونه. با این دسکتاپ همین فایل ها فهمیدش داخل همون جا دم دستی قرار میدیم نه. بعد این دانلود بچه هر چیزی رو که ما دانلود کنیم در اینجا میذاره، در اینجا قرار میگیره. مثلا بچه اونایی که فایل فشرده اند، ما گفتیم فایل ها رو میتونیم فشرده کنیم. فایل فشرده در اینجا میاد، اینا فایل فشرده ای که ما دانلود کردم. بعد اسناد اگه کتاب چیزی دانلود کردید در اینجا میاد. بعد مثلا اگه برنامه دانلود کنید اینجا میاد. پوشید فایلی که از تلگرام دانلود کنید در اینجا میاد. این از تلگرام چیز دانلود کنید بعد برید داخل دانلود ها در اینجا تلگرام دسکتاپ میاد. اونایی که از ویدیوها اگه دانلود کردین در اینجا میاد. بعد دیگه فایل ها که دانلود کردین در فایل از همینجا میاد. این پوشید دانلود چه میاد بچه. خب یک نکته بچه، اگه باز اسکرین شات چیزی گرفتین داخل از اینجا ببین همه اسکرین شات داریم. اگه اسکرین شات گرفتین در اینجا میاد اسکرین شات داشت. و یک پوشید داره منم داکیومنت بچه. ببینید داکیومنت که هستم کار اصلیش برمی‌گرده به سند اسناد. ببین تقریبا یک پوشه پیش‌فرض، مثلا وقتی ما یک چیز رو ریکورد کنیم پیش‌فرض میاد اینجا. همین که ما ریکورد کنیم در اینجا میبینید ریکورد در اینجا. مثلا اگه شما چیز رو بلوتوت کنید در اینجا میاد. اگه چیز رو زاویه کنید به کامپیوتر در اینجا میاد. توی داکیومنت. خب این از این 4 تا شد. خب بچه‌ها بعد این پوشه هایی که بعدی هست بچه‌ها ببینید اینا رو خودشون میتونید اضافه کنید. مثلا من یک پوشه رو همیشه باز مونم میخوام دمی دستی باشه، یعنی نیاز نباشه ما بریم داخل درایو اف داخل درایو فلانی باشه فلانی تا دو پوشه برسم. ما همون رو میاریم به اینجا اضافه مونم تا هر وقت خواستم بزنم قشنگ از اینجا باز کنم. مثلا این پوشه تیچینگ پوشه که مثلا روش کلیک کنم باز میشه. یا پوشه ویندوز 11 روش کلیک کنم باز میشه. یا پوشه بندی کم که میشه مال کدش میشه. کلیک کنم باز میشه. چطوری بچه‌ها در اینجا اضافه کنیم یک پوشه ها رو؟ میتونه بگم نیو میزنیم اینجا. خب خب این پوشه در اینجا داره. مثلا یک پوشه هست مثلا ما ببین آفرین بچه این نیویگیشن پن کلانه ولی اینمی قسمت میشه کویک اکسس تولبار، یعنی نوار دسترسی سریع. ما میگیم چیکار کنیم بچه؟ مثلا میخوایم این پوشه حباب رو در اینجا اضافه کنیم. کدام پوشه رو؟ روش راست کلیک کنیم وارد شده. میگیم یک گزینه داره به نام پین تو کویک اکسس. بچه پین تو استارت که بزنیم می روی استارت اینجا ببین اینجا اومده. ما میگیم اینجا نیاد دیگه. راست کلیک کنم بچه میگم که پین تو کویک اکسس اینجا که بزنم ببین حباب در اینجا اینطوری پوشه هایی که خیلی نیاز دارین و مثلا در یک فکر کنم میخواستم بگم یک جای عمیق مثلا توی چندین دانه پوشه هستن شما بیارین دم دستی شما کار شما چیکار مونه راحت. این یک کار بچه. خب این خوشت یاد نمید. یک کار دیگه هم شما میتونید انجام بدید. ببینید آفرین روش راست کلیک و پس بگو انپین
اینطوری. خب ما دوباره پنجره بشه ببین. مثلا یک وقت اگه شما خواستین مثلا این پوشه اینجا نه اینجا، مثلا خواستین این پوشه را در یک دونه مثلا پنجره دیگه باز کنین، این ما باز کنم خود همینجا باز میشه نه. اگه من رویش راست کلیک کنم بگم که open a new tab بچه در یک تب دیگه همین پوشه باز میشه. این اینجاست همون پوشه در این تب دیگه باز شد. توجه شدین؟ حتی میتونیم مثلا یا مثلا اینجا من روی درایو کلیک کنم بگم که این درایو بیاد در یک تب دیگه باز کن یا این درایو بیاد در یک پنجره دیگه باز کن. حالی این سرجوش هست فقط همین درایو در یک پنجره دیگه باز شد. اینطوری هم میتونین انجام بدید. خب بچه‌ها ببینید یک راه دسترسی سریع و فایل هایی که در چندین دانه پوشه ای بود که ما اون رو اضافه می‌کنیم در کویک اکسس تولبار یا نیویگیشن پنل. یک راه دیگه هم وجود داره بچه‌ها. یا چه مثلا گفتم بچه‌ها هیچ وقت فایل های مهم و کاربردی خود در صفحه دسکتاپ نگذارین، چون به محضی که نیاز به ویندوز شون این فرمت میشه پاک میشه. ما یک فایل داریم خیلی مهمه، هر زمانش کار می‌کنه. حالا او را اگه من داخل صفحه دسکتاپ نگذارم مگم 100 بار پشت بگردم تا پیدا کنم. همین رقم دیگه نه. اگه ما صفحه دسکتاپ بگذارم خب سوار از ویندوز کردن شدی حذف میشه. این چیکار کنیم؟ ببینید ما در کویک اکسس تولبار نمیتونیم فایل اضافه کنیم. یعنی ما درست در اینجا میتونیم یک پوشه اضافه کنیم در اینجا، ولی نمیتونیم فایل اضافه کنیم. برای فایل های ما یک کار دیگه می‌کنیم. ببینید دوستان مثلا فکر کنم شاید حذف کنم. ببین یک فایل دیتابیس خیلی مهمه کاربردی برای از ما هر روز امروز کار می‌کنه. و اگه ما هر روز بریم داخل درایو خود ایر باز کنم که سخت میشه. اگه صفحه دسکتاپ بیارم که سوار نیاز به ویندوز شد حذف میشه نه. ما چیکار کنیم بچه ببینید ما میای خود از زیر نمیارم، من یک شارتکت ایجاد کنم، شارتکت رو در ویژه توجه شدید؟ مثل شارتکت برنامه ها کلیک کلیک میکنید برنامه باز میشه. دست برنامه صفحه دسکتاپ نیست، یک عکس ازش هستن. باشه یک فایل وارد ایجاد بکنم مثلا کلیک کنم. خب دوباره نذارم یک فایل وارد دوباره هرال بچه این اگه اون صفحه دسکتاپ نمونم راست کلیک کنم روش. خب این چند حالت وجود. یک حالت دیگه که بریم روی مور آپشن بعد بریم روی سنتو بگیم که کریت شارتکت دسکتاپ. یعنی چی؟ یعنی از همین یک دونه شارتکت ایجاد کن، شارتکت رو بر صفحه دسکتاپ. توجه یعنی می‌زنیم حال بچه ما صفحه دسکتاپ بیایم یک دونه شارتکت از اون فایل هرات من ایجاد شد. توجه این شارتکت. حالا بچه ببین ما که ببین ما اون رو باز کنیم همین فایل باز میشه. نمونهش میشه. ببین اول ما این فایل باز کنیم. سلام خدمت همه شما دوستان. یک فایل ما ذخیره کردم. بچه این دفعه ما خود فایل باز کردم نه. اگه بچه ما فردا بریم شارتکت باز کنیم دوباره همون فایل یعنی میریم شارتکت باز کنیم همون ببین سلام میریم در هیچ تغییرات میارم چی آها چه بگم بشه یک شیر بگم مثلا بچه مثلا ما لاشتن بهرات این ما این دفعه شارتکت باز کردیم متوجه هستین مثلا میگم بهرات خوش آمدید چه خوش آمدید بهرات ذخیره می‌کنیم. خب ببین اگه بریم فایل اصلی رو باز کنیم دوباره همین تغییرات روی فایل اصلی اومده. اگه این شارتکت حذف شود فایل اصلی سر جای خاصه دوباره میتونم شارتکت ایجاد کنم صفحه دسکتاپ بیارم. این خوبیش همینجا نه. یعنی فایل اصلی ما هیچ آسیبی نمیبینه. چطور ایجاد کرده بود فایل اصلی اینطوری همیشه این کار بکنه باشه. حتی از پشت هم میتونی شارتکت ایجاد کنی. یعنی روی پشت کلیک کنیم میریم روی مور آپشن و میگیم که سند و کریت شارتکت اند یعنی میزنیم و تمام شارتکت صفحه دسکتاپ ایجاد میشه. NOS با این کار کنیم هر وقتی حذف شد میگیم که
خدا بیامرزه فایل اصلی هستش دوباره شما خیلی جالب. این یک راه میانبوره دیگه شرکت کار نمیکنه. همیشه بچه هر تغییرات هم ریاضی بیاریم ریاضی میاد ریاضی بیاریم ریاضی خیلی راحت. خب اینجا ما دیگران رو خوانده بودیم. خب اینا خوب شد که گفتیم اینا به شما. فقط این چند تا گزینه اینجا مونده. خب اینجا که ما چه راستکاری کنیم این خنده و دیده بچه اینا رو ما کار نداریم ایناش ما کاملا به شبکه میشه. خب و بچه اینا مربوط به شبکه میشه همون سیستم نحسی که به شما گفته بودم نحس فهمیدش نه اونا اینجا میاد. یا مثلا ما دکان داریم خانه داریم مثلا یک کامپیوتر خانه داریم میتونیم یک درایو از کامپیوتر خانه خرم به اینترنت وصل باشه بیاریم ده اینجا یعنی یک درایو ده اینجا باشه که از کامپیوتر خانه باشه کارا میشه انجام میدیم با شبکه الان. خب ما در اون کار نداریم بچه‌ها ما چیزایی که ساده ساده است میخوام. این سیلکت آل سیلکت نه اینورس سیلکت همون چیزی بود که امروز نبوده نه یا شما گفتم ما دو تا انتخاب کنیم بعد میگم همه انتخاب شه دو تا انتخاب نشه این اونمیه امروز نبود این که پراپرتی این دیگه پراپرتی خرج ببین ما مثلا میم این دو تا انتخاب منم فهمیده شده بعد میگم این دو تا انتخاب نشه هم دیگه را انتخاب شود میم روی سه نقطه کلیک منم میگم اینورس سیلکت ببین این دو تا انتخاب نشه دیگه را انتخاب شد این خودش برعکس کرد. خب باش داخل آپشن بریم ببینیم چی داریم اینجا. خب این چیزای خیلی مهم نداریم بچه. نکته اول بچه اوپن فایل اکسپلورر رو ببینید دوستان اینش مهمه. شما وقتی دفعه اول مین دیسپیسیخ رو باز کنید این دفعه فهمیدش نه این صفحه به شما نشان داده نمیشه این صفحه درایو فهمیدش من کوچیکش بکنم ببین شما که باز کنید این صفحه نشان داده میشه ببین این صفحه شما باید بیان روی دیسپیسی کلیک بکنید تا این درایو نشان داده شود. توجه شدید اینطوری باشه شما میتونید همین تغییر بدید یعنی میتونید کاری بکنید که هر وقت ویندوز ایزدین مستقیم همین باز شود دیگه یک کلیک اضافه سر شما نباشه. چطوری بچه میم روی سه نقطه کلیک کنیم روی آپشن اسکرول کنیم بالا روی آپشن میم اینجا بچه میگیم که اوپن فایل اکسپلورر تو دیس پی سی یعنی هر وقت ما فایل اکسپلورر رو باز کردیم مستقیم دیس پی سی رو ببینیم. متوجه شدید یکی که ما کلیک بکنیم حالا اگه ما ویندوز ای بکنیم مستقیم همون باز میشه. این یک نکته باشه گفتنش دور از فایده نیست. بعد بچه ببینید یک چیز دیگه داریم در اینجا که البته یه خیلی مثلا فعلا بچه ببینید ما اگه درایو تیچینگ بسته منم خب اون پنجره قبلی بسته میشه باز میشه این باز میشه توجه هستین این فعلا بچه این پنجره دکتر درایو فایل اسپیسی نه وقتی مثلا ما درایو تیچینگ باز منم ببین این صفحه بسته میشه صفحه دیگه باز میشه متوجه شدید یعنی این پنجره بسته میشه پنجره دیگه باز میشه مثل ازی بگم چون سرعت اتفاق میفته متوجه نمیشه ولی ما میتونیم یک کار بکنیم که هر درایو حق باشه روی یک پنجره جدا باشه عشان اون کارو نمیکنه ولی بازم برای امتحان اینطوریه اینه که بزنم بچه ببینید چیکار میشه مثلا ما میخوام درایو تیچینگ باز کنیم ببین این که ما باز کنم این یک پنجره دیگه باز میشه متوجه هستید اون پنجره سرجاخیه این دیگه باز اینه که باز کنم یک پنجره دیگه باز میشه اون دیگه قبلی سرجاخ خلاص ببین این دیگه باز میشه ما میگیم چی نه همه جای بشه اینا هر پنجره یک باز میشه روی رم فشار میاد خب رم میگیره ما میگیم این زحمت صرفا نکش میم باشه گزینه است ولی خب کسر استفاده ما نه هر پنجره دم باز کردم هر فایل پروژه یک باز کردم یک پنجره باز یم سینگل کلیک دبل کلیک بچا کسایی که اول فعلا بچا ببین ما یک فایل را وقتی یک دفعه کلیک کنم رویشی فقط انتخاب میشه باید دو دفعه خوب سر کلیک بکنم تا باز شه یعنی دبل کلیک
توجه شدید؟ خیلی دیگه مشکل برام کلیک منو بعد تا بال میگم یک کلیک حساب میشه. یه رقمی بچه ما میتونیم یک کار بکنیم که یک دفعه کلیک بدیم مستقیم باز شود، نیاز به دو کلیک نباشه. چطوری بچه؟ میم آپشن و میم میگم که سینگل کلیک. حالا بچه ببین فقط کافیه یک دفعه کلیک کنم. ببین رویش که وقت ما برم انتخاب باشه خودش، فقط کافیه یک دفعه کلیک کنم. اینطوریه بچه خیلی راحت. ولی مثلا ببین روی پوشه بعد دیگه کلیک کنم، مثلا روی این فایل ما فقط کافیه یک دفعه کلیک کنم تا باز شود. باز شد. چقدر راحت اینطوری بچه. و ما خودم شخصا دبل کلیک خوش داریم چون عادت کردیم بشه. شما هم دیگه میتونید از داشته استفاده اپلای. در اینجا بچه ما کدوم چیز خاصی نداریم، فقط این گزینه رو به شما گفتم دیگه. سرچ هم کدوم چیز خاصی نداریم و تمام دیگه بچه. فایل اکسپلورر همین چیزی که ما نیاز داشتیم. اینا اگه شما سوال داریم